ایس حرکت منن عقلاشون میبینه و در ایس نمیبینه که به این دور هم آزاد مونیم. درسته که مثلا ربطی نداری به دین به اسلام، در حقیقتا ایثبات شده که تو ربطی نداری به دین به اسلام، ربط علاقه هم نداری، هیچ کسات سرم نداری، قبوله، فرض کنیم قبوله، نیکی این طرفش هم به وجدان، حالا که تو مثلا ربط هم نداشتی به دین اسلام و به ملت هم ربط هم نداشتی، نیکی به وجدان و عقلا به عقلت این طرفش هم یک کمتر نظارت که تو ملت دلگرم شود. درسته که تمام شد حیات، حالا که تمام شد مطمئنم که مثلا معلومه که تا جایی که عقل میدونه، درسته انسان پیر شد سرش سفید میشه، مثلا مرگ خبرش کرد، همه خرم میدونه انسان، ساعت شب و روز نمیدونه، پروردگار میدونه. انا جوره همه خیلی گفتانیم کوری من خیلی گفتانی و بسیار آخی اگر این قهق فکر کنیم میفهمیم. بخیلی در کار نبود، خودخواهی در کار نبود. من تاریخ تاجیکستان بسیار نظر میکنم، قریب 5 سال نظر کردم، در حقیقت نشان داد که بسیار قهرمانای ما مثلا همین خیلی خودخواهی کردن باعث شد ما 22 میلیون 200 میلیون کوادرات کیلومتر زمین داشتیم 1100 سال پیش. همین اوستا خودخواهی اومد در جغرافیای نو در کوری زد خدا را شکر. همین جغرافیا هم یک قهقش با خودخواهی مثلا سنخی تو رفت همین جغرافیا که امکان نداره آخی در عقل بیگانه کد میفروشه، این تجاوز به یک ملت میشه و خیلی فرض کردیم نفروختن با خیتویا بکرد. نکی این اینجاش هم میگه با قرقیزو زیر شوپای مگر این انسانگری هم نیست، این توجیگری هم نیست، این بیرون دایره مثلا ملیت اوجه میدرویا. اگر همین اشتباهی که با قرقیزو شده شد خلاصه گفتنی و بیشتر خداوند همه را هدایت کنه. خداوند فقط کمتر ذره ایمون پیدا کنن. ایمون میزان داره میگه، تفسیر قرآن میگه فایز داره، هسته 1%، 2%، 50، 100. هر یک انسان وقتی که راه پروردگار را انتخاب میکنه وابسته به ایمانش. اگر دعا کنه پیش پروردگار و هدایت میده. اگر دعا نکنه و همون راه انتخاب کنه هرگز و پروردگار هدایت نمیکنه، چون که به خودش خواسته که همین راه گمراهی انتخاب کنه. اگر به خودش خواه پروردگار هدایتش کنه بله هدایتش میده، 100% دعا کنه صدقاً هدایتش میکنه. ملت اینا که سردرگمی داخل افتاد. الماس هو کن باور که خدا گوش منم چشمام رس میشه، باور که ندارم 4 کمتری باشه به خدا قسم که خود زبی رئیس جمهوری دوری اکا ممنون قسم میالله این رحمانش یک گوی خدای به خدا 2 کلمه را کنم که این شب باویش جمله بندی کرده نمیتونه، وای کرده میگرده. پس 32 سالش سفر قدرت است. بچه‌ای که با سعودم به خدا 2 تا 3 تا دیپلم سر دارن، یک چیکار بزنن یا اکستریمیست یا تروریست و بدبختا اومد توجیه دگیجون. ولی که اگر ما اکستریمیست نبودیم به خدا ولی 1000 بار پریورات کردیم. تا که افغانستان ولی یک گروه طالبان تاسیس میدادیم ولی بر وقت 1000 بار قضیه جنگ کردیم. به بچه الماس رقم نداریم. من خلق شدم نه برای مثلا ثروت، برای کرسی و مقام. من شدم خلقی مثمر باشم، نه چون این زاهد و بیجوش و خروش. من فقط میخوام که یک دعوتگر باشم که اونها رو یاردم کنم در دنیای دروزده. هیچ گونه اهمیت مثلا چی نداره ثروت دنیا، همین یک دهنون بده. انسان هایی که هدایت مییابند در راه پروردگار توحید یکتاپرستی را انتخاب میکنن، دیگه برای و یا هیچ اهمیتی نداره. زندگی مثلا خوردن نیست، زندگی زیستن نیست، زندگی تأمین معاش نیست. زندگی این دیگه زندگی این کلا فرق میکنه. زندگی فقط خوردن و ثروت زن و معاش، این زندگی خیلی نیست. زندگی باید تو یک دعوتگر باشی که دیگران را از دوزخ نجاتی. حالا که بسیاری مردم ما باور ندارن به همو 1%، 2% ممکن باور داشته باشه به همو عذابی که دردری اوهان دنگلت میکنن. این عذابی که ما رو میتیه کوی ما رو میکشه، این هیرنده همون به برکشمون قسم به همون پروردگار اوهان همین جوشیده است دردری اوهان دنگلت میکنن. این ملت باید درک کنه که پروردگار چی در عذابه بچه یک قطره میگه که آتش او دنیا اگر در دنیا اگر ریزه همه پژر میشه. ما باید مگرم به عظمت به همون بزرگی پروردگار ایمان داشته باشیم، چون که هزارها فکت برای ما آوردگی نمیشه پروردگار باور نکنیم، نمیشه، امکان نداره. ما باید باور کنیم که فکر که یک چشم انسان تو فکر